و انجام امور با هدف حاکمیتی، نه تسلی امور، نه بیزینس کسب و کار. دولت بیزینسمن قرار نبوده باشه و نباید باشه. بنابراین زیرساخت نه تنها نباید رقابت کنه، نه تنها انحصار نباید داشته باشه، اصلا باید بریم بیرون از این بازی، اجازه بده شرکت‌های خصوصی هم چکای امنیتی بشه، از این بستر ملی اطلاعات استفاده بشه. دولت هم اونجا ببینید، من این سوال خیلی سوال خوبیه، توضیح بدم. چون دیروزم توی مراسم تودیع آقای چیزی بحثی مطرح شد از طرف مسئولین که من توضیح بدم خدمت شما. اظهار ناراحتی شد از اینی که مخابرات رفته بیرون، دولت از یه درآمدی محروم شده. این دید کاملا غلطیه که دولت فکر کنه با بیزینس باید پول در بیاره. دولت‌ها از موضع ریگولاتوری پول در میارن، کسب و کار دیگران میکنن، دولت نشسته اونجا میگه تو بیا بدین لایسنس رو میدم، اینقدرش مال من. همون مدلی که با ایرانسل داره عمل میشه. مگه دولت داره باهاش رقابت میکنه؟ ایرانسل کار میکنه، یه پول گنده داره به دولت باید از حاکمیتش پول دراره، نه از کسب و کار. کسب و کار بخش خصوصی بکنه، قیمت ارزون، کیفیت خوب، خدمات پس از فروش خوب، درصدش به دولت تو موضع حاکمیتی بده برای توسعه بسترها. پس هدف اینه که زیرساخت باید هدف این باشه، زیرساخت یا هر نهاد دولتی از بیزینس وارد کردن پهنای باند بین‌الملل خارج بشن، اجازه بدن دیگران کار کنن، اونا برن حق حاکمیتشون رو بکنن. همون کاری که توی آمریکا میشه، تو اروپا میشه. ببینید زیرساخت در بعد حاکمیتیش یه بخشش رو مجبور دستش باشه. نگاه کنید دو قسمت بکنید بحثو. درست مثل سدی که مثال زدم، یه سد داری، یه لوله آب از سد تا شبکه شهر و از شبکه شهر تا خونتون دارید، یه آبی تو این جریان پیدا میکنه. چون این هزینه بسیار بالایی داره و در انحصار دولت هم بوده، اشکال نداره اون بستر دست دولت بگونه. حالا بخشی دست مخابرات، بخشش دست زیرساخت FTTX هم اضافه میشه. بستر همون لوله است، اشکال نداره دستشون باشه. ولی دیگه لازم نیست آبی که از توش رد میشه اینا رد بکنن. اجازه بدن سر مرز بخش خصوصی از خارجی تحویل بگیره، در بستر اینا پهن باند رو بفرسته و هر شهری که دلش خواست بفروشه، باشون رقابت کنه. اون وقت شما میبینید که چیزی که $5000 می‌خریم اون نباید $30000 بفروشیم. میتونیم $6000 هم بفروشیم وقتی رقابت باشه. وقتی رقابت نیست، همین اتفاقی میفته که الان یه روز یه رقم 20 میلیون اضافه میشه. این اتفاق میفته و آب ازتون نمیخوره. دوستان اگر سوال دیگه ندارن ختم جلسه. مرسی. متشکرم. مرسی آقای.